ҳам хотир омад. Ҳазрат ҳами Алиро дида эълон кард, гуфт хонаи умиҳонӣ макони амонай, амн. کسی در اونجا پناه بره هیچ که حقی دخوله در جانش در مالش نداره. به همین خاطر اومده بود است. روایت کرد که اومده که حضرت صلی الله علیه و سلم بعد غسل گرفتن نماز خواند 8 رکعت. همون وقت یعنی اشراق بود است، وقتی ظهر، وقتی که همون آفتاب طلوع کرده بود. اصلا اشراق به اون خاطر میگن که همون شعشع پوشی آفتاب سر میشه وقتی مقدار یک نیزه بلند شد. ولی در بین مردم ما در چه بگم در اصطلاح مردمی همین اشراق مشهور شده است. اما در متن حدیث ها کلمه ضحا استفاده می شود. اما نماز اشراق نماز ضحا است. اگر ضحا بگیم بهتر است. برای چی؟ برای که اولا پیغمبر ضحاش گفته است. ثانیا اگر اشراق گفته ممکن اما نیم ساعت وقت باشه. همگی نیم ساعت می شود. ممکنه 8 تا 8 نیم وقتی هم اشراق. اما وقت ضحا گفتیم ایام 8 تا ساعت 15 دقیقه 12 را به حضور خوندهش می شود. ضحا وسیع‌تر است. این مفهوم وقتی زیادتر در خود میگیره. نمازی است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم خودش انجام میداد و امت‌ها را هم توصیه داده است که همین نماز ضحا را بخونه. حتی در یک روایت اومده است اگر چند ضعف داره اما در فضائل الاعمال گفتش میشود. حضرت میگه که لا فقر مع الضحى، لا فقر مع الضحى، یعنی که هر کسی که نماز ضحا را بخونه هرگز فقیر نمیشه. او فقر به هر معنی که میخوای بگیره. معنی اساسیش همیه که از نظر ایمانی در فقر تنگ دستی نمیغلطه، به توشه نمیره. اما معنی دنیوی را قطعی بگیرش انشالله کسی سحرخیزه بر وقت میخیزه نماز اشراق میخونه معلومه که ای پشت رزق روزی میشوه. همین کسی که سحر میخیزه انشالله مرزوق ای خدای تعالی رزق روزی او را فراخ و وسیع میگردونه. هیچ جای شک نیست. بعدا حضرت صلی الله علیه و سلم باری همه امروی صحابه نشسته بود. حدیث امام مسلم است، حدیث صحیح است. گفت لکل سلام من احدکم صدقه، برای هر یک رگ پیوند سالم در گردن شما صدقه واجب است. باید صدقه اینمی تمامی رگ پیوند سالمی که خدای تعالی برات داده است پیش خداوند ادا کرده شود. صحابه پیغمبر اکثرش فقیر بودن، نادار بودن، حتی مصرف زکات بدن، اونا به نصاب زکات اموالشون رسیدگی نبود. گفتن یا رسول الله کمال از کجا میاریم؟ ما خدا را شکر 4 اشکالی بتون داریم، 360 رگ پیوند سالم داریم، همه ایرا ما کجا میتونیم صدقه ش بدیم؟ حضرت توصیه دادن فرمودن این لکم بكل تسبیحة صدقه و کل تحمیدة صدقه و کل تهلیلة صدقه و کل تکبیرة صدقه. و همه هر وقت که شما سبحان الله میگین خداوند همین سبحان الله را همچه صدقه از شما قبول میکنه. الحمدلله صدقه ای، لا اله الا الله الله اکبر گفتن تو صدقه ای، و امر بالمعروف صدقه و نهی عن المنکر صدقه. این همین نشستن از شریعت صحبت کردن، امری به معروف و نهی از منکر کردن، هم گفتنش هم شنیدنش صدقه ای. خداوند این هم چه صدقه قبول میکنه، در نامه عمل مصاب میکنه. با حضرت همش هم تا یقلق جنباز کرد. گفت و یجزی من ذالک کلی رکعتان یرکعهما من الضحى. همه جای همه همیره 10 رکعت نماز ضحا میگیره. همه میخوای هر روز صدقه اعضای بدن سالم در پیش پروردگار ادا کنی، همه 10 رکعت نماز ضحا بخون. سبحان الله. همه چی مشکل داره؟ 10 رکعت نماز. ای مسجد اومدی چویک تخورده که وقت شده است، پیش ایو که به کار ببروی همه 10 رکعت نماز بخون. انشالله خدای تعالی هم در کسب و کارت برکت میده، هم سلامتی تا خوب میکنه، هم فرزندات انشالله فرزندای خوب و صالح به کمال میرسونه که راحت شونه هم در دنیا و هم بعدی وفات میبینی. ببینی یک 10 رکعت نماز اینقدر فضیلت ثواب داره. درهای جنت وا بود امروز از بیدماغی گفتیم فردا. افسوس صد افسوس که تنبله در جنت برامون بازه خیلی پگه میدروم ده. کی میدونه با پگه را تو میرسی نمیرسی، پگه چی واقعا میشوه.
برای همین آدم باید همین فرصت‌ها را غنیمت بدونه. نماز ضحی در احادیث پیامبر صلی الله علیه و سلم از 2 تا 12 رکعت روایت شدگی از 2 تا 12. حضرت عملا خودش همین یک جا در همین صحیح بخاری ابو روایت امی هانی گفتیم که اما خوندنش ثابت است 8 رکعت خونده بود دستش نماز ضحی را. حضرت حتی برای کسایی که مثلا عادتا نماز تهجد میخونن و یکی در خواب موندن، اینا شب فرضاً با کار اندرمانشی در خواب موند خیز که صبح دمید است، برای اون که همون ثواب محروم نشوند توصیه داده است که روزانه 12 رکعت بخونید در همین وقت ضحی. نماز تهجد 8 رکعت است، اما وقتی روز میخونیش حضرت توصیه داده است که همین 12 رکعت بخونید. کسایی که عادت دارن نماز اکی امر مستحبه است، این مثال قضا نداره تهجد، اما امر مستحبه است که همه آدمایی که به شب میخیزن عبادت خدا را میکنن اگر مبادا به سبب همون را ترک کردن از همون فضل ثوابش محروم نشوند گفته حضرت همین پیشنهاد کرده است. خوشا به حال کسی که عادت داره و نماز ضحی میخونه. پیش در مسجد زیاد بودن، شاید شرایط دیگه به دیگه نمیدونم، آخه عادتا مسافرها میشیشتن در مسجد ذکر کرده، همه که افتاب بلندتر شید نماز ضحی را میخوندن و بعد میومدن خونه. روزی دیگه همین بعدی بومدو دیگه هیچ کار نمیوی. در همون وقتی هم پاتینکا پوشی اوچرا پیدا میشه. همون که کلا نمیشینن که هم پیش اندک سبکتر شود و ببرویند. کسی که اختیارش در دست خود شای امکان شرایط هست ایمی رحمت پروردگار خودتون محروم نکنی بچه. یا نعمت خدایی. خب مسئله ذکر. زبان پیامبر صلی الله علیه و سلم همیشه با ذکر تر است. یگان لحظه حیات رسول الله صلی الله علیه و سلم به ذکر نگذشته است. همه که وقتی خالی داشته باشی ذکر کن. البته حالت‌هایی هست که شاید ثوابش بیشتر و زیادتر باشه. اینا مثلا بعد نمازی فرضی وقتی که نماز فرض ادا میکنی دعا اجابت میشه که پیش خداوند. حضرت در همونجا توصیه داده است که میگه که من سبح الله فی دبر کل صلات 33 و حمیده 33 و کبره 33 غفرت خطایاه و این کانت مثل زبد البحر. حدیثی بخاری و مسلم های. حضرت گفت هر کسی که بعدی نماز فرضی 33 بار سبحان الله میگه، 33 بار الحمدلله میگه، 33 بار الله اکبر میگه، گناهاش آمرزیده میشه و اگر چنده مثل همین خفی بالای بحرم که باشه. بحر دیده ایدم پیشی سویل هم خفی دوره که کفک میکنه او که میان میزنه در سنگا، همون خیل اگر گناه هم داشته باشه خدای تعالی گناهاش هم محو میکنه. اما این ذکرها آمن انا او وقت جدت کنم بیستم که کی نماز فرضی را میخونم یا کی نماز تهجد را میخونم عمر رفته است. همه هر وقتت خالی شید همین غیبت و همین لقلق دنیا را همون ذکر کنی و تسبیح بگوی و تحلیل بگوی انشاءالله نور علی نور میشه. ولی حاجی بختیاری برادر سوال کردم مسئله من درک نداشتم به خدا که باغ کرده است نهال شروع است الحمدلله. الان زمین جنت هم محنت که نکنی هیچی نداشته است، همین زمین خالی بود بده. امام ابو داود روایت میکنه از پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم که حضرت گفت لقیت لیلة اسری بی ابراهیم علیه السلام. در شب معراج گفت با پدر ملت با حضرت ابراهیم ملاقات کردم. اگه حضرت ابراهیم علیه السلام نزد پیامبر یک موقع خاصه داره، هم پدری نسبیش حساب میخوره هم پدری توحیدیش حساب میخوره. حتی در همون شب معراج هر پیغمبری که حضرت قطعش رو زیارت میکرد میگفتن مرحبا بالاخ صالح، خوش آمدی برادری صالح. حضرت موسی رم، حضرت عیسی رم، حضرت مقصد اینا ادریس، حضرت هارون، همه مرحبا بالاخ صالح گفتن و نبی صالح. فقط همین 2 نفر گفتن مرحبا بالابن صالح، خوش آمدی فرزند صالح، آدم علیه السلام و ابراهیم علیه السلام. در همون شب معراج میگه وقتی که
حضرت هوا خوردم قال گفت یا محمد صلی الله علیه و سلم اقر امتک عنی سلام. ای حبیب خدا گفت وقتی برگشتی به امتت سلام مرا برسون. ای خاطر محمد صلی الله علیه و سلم پیغمبرا سلام میگن، به قدر حضرت نمیرسیم، به قدر شریعت حضرت نمیرسیم.